در ولایت قسطنطنیه قزاقستان 18 شهروند تاجیکستان را که به روسیه سفر داشتند از سردی نجات دادند. شرکت قزافتاژول با نشر یک ویدیو در صحیفه‌اش در اینستاگرام خبر داد که این مسافران را که در بین آنها کودکان هم بودند برده در یک مکان گرم جایگیر کردند. بنا به اطلاع این نشریه میکرواتوبوس این مسافران توسط شورای A22 قیربوتک قسطنطنیه از طرف ولایت اقتیپه قزاقستان به طرف شهر تیومن روسیه روانه بود، ولی در پاسگاه به آنها خبر دادند که از سبب خیلی پایین رفتن حرارت هوا حرکت واسطه‌های نقلیات با سوزشواری دیزلی منع کرده شده است. به خاطر تامین امنیت آدمان کارمندان راه شهروندان تاجیکستان را به یک مکان گرم بردند تا که آنها تا پایان سردی ها اینجا بمانند. گفته می شود در اطلاعیه بعد بهتر شدن هوا این میکرواتوبوس با مسافرانش به سفر خود به طرف روسیه ادامه داد. شرکت قزافتاژول روزنامه ینور خبر داد که به سبب پس شدن حرارت هوا حرکت نقلیات دیزلی تا بهتر شدن هوا محدود کرده می شود. در 2 روز آخر این حلقه دومین حالت نجات مهاجران تاجیک راهی روسیه از سردی در راههای قزاقستان است. شب 9 ینور سال 2023 در حدود ولایت اوخماله قزاقستان یک اتوبوس با 49 مسافر از تاجیکستان با شمول 6 کودک به دلیل سردی در راه درمانده بود. به گفته مقامات همه این نجات یافتگان شهروندان تاجیکستان بودند. آنها را در یک نقطه گرم در مسجد جامع شوچینسکی جای کرده برایشان خوراک گرم تیار کردند.